بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز می‌کنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه. خواهش می‌کنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و نادانه خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از زمین درخواست میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کنیم. سلام دوستان، فراد هستم، مسافر. به نام قدرت مطلق الله. جلسه قبل سومین جلسه از دوره 86م کارگاه‌های آموزشی کنگره است، ویژه مسافران و همسفران با استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری مسافر فرهاد با دستور جلسه DST و اوتی رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 30 مهر ماه 1404 آغاز به کار نمود. در آغاز آقای مهندس در مورد تأسیس شعبه خانم‌های مسافر شهر کرد فرمودند با اینکه قوانین کنگره ثابت می باشد ولی بعضی مصوبات با گذشت زمان چون جاری می باشد امکان تغییر دارند و با اشاره به شعبه ارومیه و تبریز فرمودند شعبه هایی که بازدهی مطلوب نداشته باشند جمع آوری می شوند، ولی با پیشنهاد دوستان یک شعبه دیگر به تبریز اضافه می کنیم تا بلکه به باروری لازم برسد و در ادامه فرمودند دستیارها کماکان به کار خود ادامه دهند. در خصوص دستور جلسه DST و اوتی فرمودند اوتی همان تریاک می باشد، با تفاوت اینکه اوتی را می توان تا 1000 گرم اندازه گیری کرد و داروی اوتی قرنهای متمادی به جز دردسر و مشکلات چیز دیگری نداشته، ولیکن زمانی که با متد DST مورد استفاده قرار می گیرد شفا بخش می شود و درمان کننده می شود. DST به ما آموزش داد که چگونه از دارو استفاده کنیم. جسم انسان سیستم پیچیده‌ای دارد که خودش را در زمان لازم ترمیم و درمان می نماید، ولی مشروط به اینکه مواد لازم را در اختیار او قرار دهیم. در آمریکا میلیاردها دلار خرج تحقیقات در مورد اعتیاد می‌گردد که متاسفانه تا به حال بدون نتیجه بوده است و همچنین در زمینه‌های دیگر مثل سر، MS، اکسیزوفرنی و سرطان طی 70 سال گذشته جز نگهدارنده هیچ درمانی صورت نمی‌گیرد. ولی در درمان بیماری‌ها روش DST گویای زبان بدن میباشد. تأثیر هر دارویی به مقدار مناسب آن بستگی دارد. در پروتکل‌های کنگره دقیقاً مقدار مصرف مشخص و دقیق و سر ساعت مشخص می باشد و لزوما روش DST منحصر به مصرف اوتی نمی باشد و در کاهش مصرف متادون و یا حتی مشروبات الکلی کاربرد دارد و اینجاست که DST وارد مسئله پزشکی می گردد و علاوه بر اندازه مصرف تایم و زمان را به ما نشان می دهد که در مصرف داروی مناسب مهمترین اصل این دو مورد می باشد. ما در تحقیقات از روش DST روی بیماری‌های متعدد و روی موش‌ها استفاده کردیم که نتایج خوبی همراه داشته است و در مورد اوتی فرمودند با توجه به مخالفت‌های فراوان سیستم پزشکی موفق شدیم اوتی را به عنوان داروی درمان وارد چرخه درمان اعتیاد کنیم. در سیستم پزشکی دوز داروی بیمارانی که از مسائل روانی رنج میبرند نه تنها در گذر زمان کاسته نمی شود بلکه در حال افزایش می باشد، حتی یک قرص خواب. ولی با روش DST به راحتی می توان داروهای روانگردان را کاهش و قطع نمود. چه در کشورهای آمریکایی و چه اروپایی دانشمندان از روش ما استقبال کردند و برخلاف مسئولین کشور خودمان در کنفرانس های مختلف از ما دعوت به عمل آمده است و مورد تشویق قرار گرفتیم. در ادامه آقای بابک لطفی دیدبان محترم اوتی و روابط عمومی در رابطه با دستور جلسه فرمودند اگر امروز شربت اوتی در چرخه دارویی ایران است به خاطر تلاش‌های آقای مهندس می باشد و اوتی بدون متد DST مخرب و زیان‌آور است. روش DST معجزه قرن و تنها روشی می باشد که نه تنها در درمان اعتیاد بلکه برای درمان سیگار و اعتدال وزن و بیماری‌های مختلف کارایی دارد و در سیستم اوتی 2024 نفر مشغول می باشند که به همه اونها خدا قوت می گویم و از آقای میثم اسماعیلی به طور خاص تشکر می کنم.
ما 152 نمایندگی داریم که 10 نمایندگی مخصوص خانم‌های مسافر است و 404 کلینیک همکار داریم که 30 کلینیک فعال همراه با راهنمای DST داریم که در 6 ماه گذشته 96 نفر رهایی داشتند. 1284 راهنمای فعال داریم. امسال تا آخر شهریور ماه 8597 نفر به عنوان تازه وارد مشاور اولیه اوتی شدند. 13000 نفر روی داروی اوتی هستند و در حال درمان. 3930 نفر رهایی با 40 CD و درمان شده داریم که امید داریم تا پایان سال به 10,000 نفر برسند که نسبت به ترک‌های بظاهر درمان کلینیک‌ها و درمانگاه‌های بیرون از کنگره رقم 1000 برابری است و این ثروتی است که روش DST و برکتی است از وجود مهندس و در پایان این هفته را در رأس به آقای مهندس و خدمتگزاران کنگره 60 مسافران و همسفران تبریک عرض می‌کنم. مبلغ قانون 11 9,408,000 تومان. تعداد مشارکت کننده رهایی‌های هفته گذشته آقایان مسافر 144 نفر، خانم‌های مسافر 17 نفر. از ابتدای سال 1404 شمسی 4614 نفر، از ابتدای سال 2025 میلادی 6435 نفر. رهایی‌های ویلیام وایت درمان سیگار آقایان مسافر 43 نفر، همسفران خانم 3 نفر. از ابتدای سال 1404 شمسی 1342 نفر، از ابتدای سال 2025 میلادی 1908 نفر. رهایی‌های تغذیه سالم آقایان 1 نفر، همسفران خانم 2 نفر، جمعاً 3 نفر. و همچنین تعداد 8 نفر از مسافران و همسفران آقا و تعداد 47 نفر از مسافران و همسفران خانم CD های خود را تحویل دادند و تعداد 3 نفر از مسافران و همسفران آقا و تعداد 54 نفر از مسافران و همسفران خانم 40 CD خود را تحویل دادند. و اما این جلسه 4مین جلسه از دوره 86م کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران با استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری مسافر فرهاد در روز چهارشنبه 7 آبان ماه 1404 با دستور جلسه وادی نهم وقتی نیروی از کم شروع می شود و به درجه بالا و بالاتری برسد نقطه تحمل پیدا می شود. رأس ساعت 9:55 صبح آغاز به کار نمود. با تشکر دبیر جلسه. متشکرم. ممنون. سلام دوستان، حسین هستم مسافر. سلام. یک کتاب 14 وادی به من بدین که من وادی نور رو نگاه کنم. امیدوارم حال همتون خوب باشه. الحمدلله حالا هم الحمدلله خوب هست. امروز 7 آبان ماه 1404 ساعت 8:10 صبح هست. ما در ساختمان آکادمی در تهران هستیم. دستور جلسه این هفته هم وادی نهمه که وقتی که نیروی از کم شروع بشه به یواش یواش به مقدار بالاتری میرسه و نقطه تحمل چی میشه؟ ایجاد میشه. قبل از اون من چند تا پیش دستور است رو مطرح کنم. موارد مطرح شده در شورای اسیستانت‌های گروه خانواده در روز شنبه 3 آبان 1404 شنبه بود. ساعت 8 صبح ما تمام اسیستانت‌ها بودن و شورا داشتیم. تصمیماتی گرفته شد. زمانی که همسفران وارد لیژون میشوند در صورت غیبت بیش از 1 ماه باید به کمیته انضباطی ارجاع داده شوند. به مانند بخش مسافران تا 6 ماه اجازه ندارند در کنگره حضور پیدا کنند. این تمام قوانینی که ما برای مسافران داریم ذره ذره برای همسفران چیکار میکنیم؟ اجرا میکنیم. همسفران وارد لیژون شد، غیبتش بیش از 1 ماه بود، بعد بلافاصله میتونه بیاد کنگره، باز 2 ماه نیاد، باز دوباره بیاد. البته غیبت مجاز که مسئله دیگه است، ممکنه بیماری باشه، زایمان باشه، اونها هیچی. در غیر این صورت همجوری لیژون ولکن میشه از 1 ماه نیاد، میره کمیته انضباطی، هم جریمه میشه، هم از ورودش به کنگره جلوگیری خواهد شد. در لیژون‌های ویلیام وایت به تقدیر سالم نیست. لیژون‌های ویلیام وایت و لیژون‌های جونز همون تغذیه سالم ما رو میگیم لیژون جونز. لیژون جونز مال چیه؟ مال کاهش وزنه. نیز به همین صورت است. کسانی که برگشت میکنند و یا سفر خود را به صورت نیمه کاره
رها میکنن نیز باید به کمیته انضباطی چی بشن؟ ارجاع بشن. میاد لیژون جونز میشه، بعد عمل نمیکنه، درست عمل نمیکنه، باید حتما چهار کنه میره این کمیته انضباطی. نیست بیاد سیگار بیاد یه ماه بیاد باز بره، 3 ماه دیگه بیاد، 2 ماه دیگه بیاد، دون دل بخواه اینا نیست. البته راجع به لیژون جونز روشی که ما داریم تغذیه سالم، باز روش ما اسکوزاری میکردیم، مثلا روش دی اس تی هم مال سیگاره، هم مال چیه، هم مال کاهش وزنه، ولی دی اس تی مال کاهش وزن نیست، هم مال سیگاره هم مال مواده و خیلی بیماری ها. ولی برای کاهش وزن دی اس تی ما نداریم که بعضی اعلام کنم مثلا با روش دی اس تی کاهش وزن. من برای به اصطلاح کاهش وزن خود اسم روش رو اسم خودم گذاشتم. ما میخوام مطرح میکنیم میگیم با روش چی؟ با روش دژاکا. چون بعدا در آینده مصادره نشه و کاملا مشخص باشه این رسم هست که این کار انجام میدن که با چه روشی. خیلی خواستم اسم پیدا کنم، دیدم روش بهتر از اسم خودم نیست. میگیم با روش دی اس تی کاهش وزن تغذیه سالم، میگیم با روش چی؟ دژاکام. وقتی هم در گروه ها اعلام میکنیم چه آقایون چه خانم‌ها چه همسفران برای کاهش وزن از روش دژاکام اسم ببرن، به خاطر که در آینده این روش گسترش پیدا کنه و بدونیم که روش دژاکام مال کنگره هست و مال ما هستش که دیگه حالا بنابراین دیگه ازش سوء استفاده نشه. این هم در ذهن داشته باشیم. شهرهایی که در آنها نمایندگی خانم مسافر داریم، پذیرش مصرف کننده خانم به عنوان همسفر ممنوعه. ما در بعضی شهرستان‌ها گروه خانم مسافر نمایندگی داریم، مثلا در تهران داریم. مثلا حالا یه همسفر هم میاد وارد همسفر میشه، میگه آقا من تحریک مصرف میکنم، اون نمیتونه وارد همسفر بشه. ولی یه شهری داریم مثلا فرض کن زاهدان مثلا همسفر خانم نداریم، با شهری هم که همسفر خانم باشه فاصله خیلی زیاده. اگر مصرفی کرده اومدش اونجا با ما ربطی نداره، میتونه تو همسفر شرکت بکنه، ولی عنوان نباید بکنه به همسفر که من مثلا تحریک مصرف میکنم، من فلان مصرف میکنم. اونجا میتونه سرش بزنه پایین بیاد بره لااقل جهانبینی کار کنه، اون آموزشار بگیره. این پس شهرهایی که ما نمایندگی خانم مسافر داریم به هیچ عنوان هیچ همسفری نمیتواند در گروه همسفرها شرکت کنه، باید حتما بره گروه مسافرها. مسئولین مسافرهای خانم خواستیم که توی شهرهایی که ما نمایندگی داریم مثلا تهران، مثل قزوین، مثل مشهد برنامه‌ریزی کنن در آینده در گروه همسفرها به عنوان استاد شرکت کنن. مسافرای خانم که مسئول هستن یا راهنما هستن، مسئولی هستن، میتونن در بعضی از شهرهایی که گروه خانم‌های مسافر داریم در گروه همسفرها شرکت کنن، استاد جلسه بشن تا به اونا پیام بدن اگر بین اونها کسایی هستش مصرف کننده بتونن بیان به کنگره. شهرهایی که نداره که نه، حالا ممکن بعداً در آینده شهرهای نزدیک ما بریم. و همینطور خواستم که از همسفران بتونن در گروه خانم مسافر شرکت بکنن در اگر شرایط لازم بشه که آمد رفت خوردی چی باشه بیشتر باشه. در نمایندگی هایی که راهنمای دی اس تی، حال چه دی اس تی چه جونز چه هر چیزی، زن شوهر هستن، در صورتی که راهنمای دیگری حضور نداشته باشد میتونن از اونها استفاده کنن. من توی شهری ما یه دونه راهنمای همسفر بیشتر نداریم بلژبار، پس همه با دارن تو همون دیگه، نمیتونن جای دیگه برن. ولی جاهای دیگری که 2 تا زن شوهر هستن شاگرداشون نمیتونن 2 تا زن شوهر باشن و 2 تا فامیل باشن، چون براشون مشکلات عدیده براشون چیه پیش میاد. اینم از این داستان. خب داریم به فصل گلریزا هم نزدیک میشیم و خوشبختانه من هفته قبل رفته بودم جزیره قشم برای بازدید از ساختمان دانشگاه. اکتیوم تو سایت فکر کنم گزارش‌های منتشر کردن، اساتید جمع کردم باشون صحبت کردم از دانشگاه، چون دانشگاه رشته مهندسی داریم، کارشناسی داریم، کارشناسی ارشد داریم. تاکید خیلی زیاد کردم بهشون که به هیچ عنوان به دانشجویان نمره اضافه ندین، الکی نمره ندین، درس نخوندن نمره ندین، کاملا سختگیری کامل بکنین. و گفتم الان ما توی دانشگاه قشم داریم ضرر میدیم، یعنی پولی شهری که از دانشجو میگیریم کمه،
هزینه که میکنی پول استاد و به خارج چیه زیاده. حتی ماهی ممکنه 70-80 میلیون تومان بشه در ماه. رقم خیلی بالایی نیست. ولی یه حرفی بهشون زدم، گفتم ما اومدیم، خیلی معذرت میخوام لغت معتاد به کار ببرم چون اونم مجبور بودم بگم، اومدن معتادا تو سیستم کنگرهش هست، از توی اونها یک چنین ساختمانی در اومد که الان نزدیک بیش از 300-400 میلیارد تومان چه شده خرج شد. ما اومدیم از مصرف کنندگان چنین چیزی در آوردیم. شماها دانشجوهای برگزیده کنکور داده بهتری تر گل برگل بهتون میدیم، چی پرورش میدین؟ چی به ما میدین عوضش؟ این نکته مثلا مهمیه. خب در اثر همین گلریزانه، در اثر خود گلریزان، در اثر بیداریه، در اثر بیداری افراده. شوخی نیست چون ساختمانی درست کردن یا در تهران ساختمان دیگه درست کردن. در پرتو چی به وجود میاد؟ در پرتو بیداری. کسی یک ریال از جیبش به کسی نمیده. بارها گفتم روزگاری که عصار از کور میدوزه، چجوری میاد یه سیستم به آدم ها کمک میکنه؟ انسان ها موجودات خیلی شریفی هستن، خیلی موجودات خوبی هستن. اگر خوبی رو ببینن و خوبی رو بدونن و باور کنن و لمسش کنن، حتی از جونشون هم میگذرن. به خاطر میبینیم در کنگره ما کثرت پهلوانان داریم و بعضی اصلا بهشون اجازه نمیدیم، اصلا متاثر میشن، خیلی متاثر میشن. ولی خب من نمیتونم اجازه بدم در بعضی شرایط باز خودشون قوی و مستحکم بشن. در پرتو اونهاست داریم به وجود میاد. یعنی دقیقا همون مسئله که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم دیگران بخورن. دیگران اومدن پایه های کنگره شست و گذاشتن، کار کردن، شب و روز تلاش میکنن و ما داریم استفاده میکنیم. ما هم باید آنچه در توانم هست برای دیگران این کار انجام بدیم. من واقعا بچه‌ای دارم که میبینم که شب و روز دارن در این شهرهای مختلف میرن میان، چه آقایون چه خانم‌ها میرن میان، آموزش میدن. شب ساعت 2 شب میرسن خونه، 1 شب میرسن خونه، 2 شب میرسن باز 8 صبح سر کارن. این شهر اون شهر، بلاد مختلف میرن به خاطر که به دیگران چه کنن؟ کمک بکنن. و من الان مرتب دارم نزدیک گلریزان هست، بچه‌ها استقبال بسیار بسیار خوبی کردن و دارن این کار انجام میدن که در شهرهای خودشون بتونن کنگره‌های خیلی قوی و نیرومندی داشته باشن. و اما دستور جلسه امروز ما وادی نهم. کاغذ گذاشتن، خدا خیر شد. وقتی نیرویی از کم شروع بشود و به درجه بالا و بالاتری برسد، نقطه تحمل پیدا می شود. به درجه بالا و بالاتری برسد. خب وقتی نیروی از کم شروع بشود و به درجه بالا و بالاتری برسد، نقطه تحمل پدیدار می شود. پیام برای کسانی که به دنیای تازه قدم نهادند و به خویشتن توجه می نمایند. بر شما واجب و ضروری است که از سخن به نقطه عمل حرکت بنمایید، به بر زمین و سما توجه کنید و با اندیشه ژرف خود به رحمت ماورا ایمان راسخ داشته باشید و بدانید که پاداش شما دست همیاری شما را خواهد داد. آنگاه بذر نیکو بکار و یا تخم دانه با ارزش هم قوت کافی و هم سایبان‌هایتان را برافراشته خواهد شد. پس آن کنید که فرمان است. مسئله بسیار جالبه. این مطالبی که ما الان وادی نهم جز قوانین طبیعته. یعنی طبیعت اصلا بر مبنای وادی نهم کار میکنه. همه چی به آرامی انجام میگیره. حتی فصل ها
شما از فصل بهار یک مرتبه وارد فصل تابستان نمیشوید، از تابستان هم وارد فصل پاییز نمیشین. وقتی که بهار شد، حالا به قول آذریا گیخبیش 45 روز که از بهار بگذره ما وارد مراحل ذره ذره وارد مرحله تابستون میشیم. باز وارد تابستون شدیم، 45 روز که از تابستان گذشت ذره 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 وارد مرحله چی میشیم؟ پاییز میشیم. ذره ذره ذره. برگ درختها در پاییز ذره 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 رشد میکنن، به میوه میرسن، به برگ میرسن، بعد به میوه میرسن، به گل میرسن. به این کار کاملا به آرامی انجام میگیره، آرام آرام. گندم که میکاریم یه مقدار فعالیت زیر زمینه، بعد یواش یواش میاد روی زمین و بعد به آرامی ببینیم ذره 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 گسترش پیدا کرد. وقتی باردار میشن ذره ذره جنین بزرگ میشه. وقتی به دنیا میاد باز ذره ذره اون نوزاد بزرگ میشه. هر چه نگاه کنیم این کل طبیعت بر مبنای همینه، بر مبنای نقطه تحمله. نقطه تحمل ذره ذره حرکت میکنه، ذره ذره گسترش پیدا میکنه. و ما بعضی اوقات انتظار داریم که یه کاری رو بتونیم سریع انجام بدیم. 30 سال مصرف کننده مواد مخدر بوده، یه مرتبه میخواد شب قطع کنه، تمام فیزیولوژی رو در به داغون میکنه. و متاسفانه از پیدایش بشر تا کنون روش حساب شده و درستی برای درمان اعتیاد و درمان الکل پیدا نشده و اجرا نکردن، چون هیچ قانون نوادی نهم در نظر نگرفتن. به یه مرتبه اقدام به قطع مواد کردن. در خیلی مطالب دیگه اون حرکت‌های دگرگونی‌هایی که یه مرتبه انجام میگیره بعضی اوقات تخریب‌های بسیار بسیار زیادی با خودش داره به ما میگه که باید آرام آرام این کار انجام بدیم. حالا بین کلابم وادی نهم کی میتونه وادی نهم کار کنه؟ کسانی اجازه دارن که وادی نهم کار کرده باشن که وادی هشتم اجرا کرده باشن. کسی وارد وادی هشتم پیمان رو اجرا نکرده باشه یعنی کارش تا وادی چندمه؟ هشتمه. به وادی دهم نهم پاچیه نمیتون بذاره. این داره به ما این آموزش میده که ما کاری بکنیم که هر کاری میخوام بکنیم باید فرصت بدیم، زمان بدیم. چون میخوای درختی که هیچ برگ و بر نداره یه مرتبه مثلا گلابی بشه، چیزی امکان پذیر نیست. بعض رو کاشته یه مرتبه به شما مثلا گندم بده، اصلا امکان پذیر نیست. درس نمیخونی یه هفته به کنکور بود میخوای شب و روز بخونی، جواب نمیده. امتحان نخونی در طول سال، فقط میخوای 3 روز به امتحان مونده میگی نه شب و روز میخونم. یه قهوه میخوری، قرص میخوری، نسکافه میخوری که به هیچ جام نمیرسی، به هیچ نقطه‌ای نمیرسی. داره به ما این یاد میده. شما الان بخوای بدوی 100 متر بدوی به نفس میفتی، ولی توانایی 10 ساعت دویدن داری. به شرطی که ذره 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 چاپ کنی، تمرین انجام بدی. برای روش DST ما بر همین مبنا طراحی شده. بر مبنایی که طراحی شده که وقتی داره ماده مخدر رو مصرف کنه یا قرص مصرف کنه بتونه طبق این قانون عمل کنه و عملیات معکوس بکنه. و متاسفانه در جهان پزشکی هم به این قضیه پی نبردن که این کار انجام بدن. وقتی قرص‌های روانگردان به شخص داده می شود دیگه نمیتونن پسش بگیرن، یا اگر تیپر بکنن کاشتن میخوان یه هفته، 2 هفته، 2 ماهه، 1 ماهه تیپر کنن به نقطه 0 برسونن. بنابراین هیچ داروی روانگردانی از اشخاص گرفته نشده. کسی که رفت وارد مرحله مصرف داروهای روانگردان شد، چه خواب آور، چه افسردگی، چه هرچی، به تا آخر عمرش بخوره، چون پسش نمیتونن بگیرن. اگر بخواد پسش بگیره باید یه قرص دیگه بده. چرا؟ چون این قانون در نظر گرفته نمیشه. اگر این قانون در نظر بگیره که چجوری ما دارو رو بدیم و چجوری پس بگیریم.
حتی طریقه دارو دادن هم بعضی اوقات نمیدونن. از این قانون پیروی چیه؟ نمیکنن. ما داشتیم روی آزمایش‌هایی که انجام میدادیم برای الکلی کردن موش‌ها، لازم الکل آزمایش کنیم. گفتیم که بخوان شما موش رو الکلی کنیم اینا نصفشون میمیرن. گفتیم چجوری میمیرن؟ گفتیم مثلا الکل میدیم یا 40% میدیم الکل یا 60%. تا پایان آزمایش که 20 روز 30 روز طول میکشه نصف اینا میمیرن. گفتم برای چی میمیرن؟ گفت نه اصلا رسم، اصلا همه دانشمندان میدونن، در همه کارهای تحقیقاتی میدونن که نصفشون میمیره. گفتم خب چجوری میدن؟ از همون روز اول با یه دوز بالا به موش‌ها میدن، همه کبدشون از کار بیفته. مثل با اینکه بخوام تریاک بدیم بخور، همون روز اول 5 گرم تریاک بدیم بخوره یا 2 گرم بدیم بخوره، خب نصفشون میمیرن دیگه. یا اینکه بخوام الکلی کنیم، همون روز اول بگیم بیا یه بطری عرق کشمش مثلا بخور، خب معلوم تکلیف چی میشه. چون روز اول یه استکان هم بخوره کله پا میشه، چه برسه بخواد یه بطر بخوره. یعنی این مسئله بسیار بسیار ساده و پیش پا افتاده در دانشگاه ها، در مراکز تحقیقاتی، حالا هم برای الکل هم برای هروئین. این پروتکل به درد نمیخوره. این پروتکلی که شما داری اجرا میکنی نصف موش‌ها میمیرن. اینم کمیته اخلاق چیزی مجوز داده. این روش غلطیه. گفتیم باید چیکار کنیم؟ گفتیم باید میخوام موشا رو الکلی کنیم، باید از DSC استفاده کنیم. از یه نقطه کم شروع کنیم، همین وادی نهم. از کم شروع کنیم، ذره ذره این ببریم کجا؟ ذره ذره ببریم بالا. گفتم اگر بخوان چنین کاری کنین شما تحقیق نمیتونین بکنین. باید اول تحقیق کنین، این کاری که میگین این متد و DSC رو آزمایش بکنین، مجوز بگیرین، کمیته اخلاق این روش رو چیکار کنین؟ ابداع بکنین تا تثبیت بشه، داوری بشه، مقاله بشه، بعد وقت از این قانون استفاده کنیم. که مطمئنم داریم این کار هم میکنیم، کارش رو انجام دادیم که این تحقیقات انجام بدیم. پس ببینید حتی روی مراکز علمی، روی آزمایش‌ها میخوان آزمایش کنن، این در نظر چه نمیگیرن که نقطه تحمل همینجوری نیست که شما عمل بکنید. یه مرتبه از روز اول میای موش رو بهش الکل 40% یا 60% میدی، خب نتشون کبدشون از کار میفته، کلیشون از کار میفته، میمیرن دیگه. طبیعی مرگ در اثر اینه که ما نقطه تحمل در نظر نگرفتیم. اگر نقطه تحمل در نظر بگیریم این کار انجام میگیریم. تو هر کاری برای ما مسئله است که هر کاری میخوایم انجام بدیم، چون الان درس ما کاربردیه. نمیخوایم مثلا بگیم که این وادی نهم فنای فی الله است، فنا بشیم در الله مثلا، یا فنا، از این چیزا زیاد هستش. نه، میخوام یه چیزی بگیم که بفهمیم چی میگیم و بفهمیم که چه کار باید بکنیم. و چون متد DSC اجرا کردیم میبینیم آب از آب تکون نخورده. ما با متد DSC اومدیم تریاک و شیره و هر چی هست همه رو اومدیم پر کردیم، مقدارش رو در نظر گرفتیم، حساب کردیم نقطه تحمل هر فردی چقدره. یه فرد نقطه تحملش 5.5 cc هر وعده، 16.5 cc در روز دیلی. یکی نقطه تحملش در روز 3 cc، یکی نقطه تحملش در روز 0.3 cc. و نقطه تحمل در بقیه افراد چیه؟ فرق میکنه. اینو قائل شدیم. حالا پروتکل‌های درمان احتیاط چیه؟ میگن از روز اول مثلا 5 cc تا 10 cc بدین. محاسبه نمیشه که این نقطه تحملش چقدره، این چقدر مصرف میکنه. ما برای نقطه تحمل چیزای تازه واردین سوال میکنن که چقدر مصرف میکنی. راهنما سوال میکنه که چقدر مصرف میکنی، چقدر تریاک میکشی، چقدر میخوری، چقدر هروئین، چقدر حشیش. میزان مصرف هم مشخص میکنه. بر مبنای نقطه تحمل میاد چیکار میکنه؟ تعیین دوز میکنه. ما در همه کار این کار انجام بدیم. حتی در پولدار شدن هم باید همین نقطه تحمل در نظر بگیریم.
اینا تقام پس انداز بکنیم یه مرتبه نمیتونیم، ظرف 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال طول میکشه ما پس انداز کنیم اندوخته‌مون رو تا بتونیم مثلا فرض کنیم خونه بخریم چیزی بخریم. اونم باز مرتبه باید در نظر بگیریم. پس وقتی ما به طبیعت نگاه میکنیم ببینیم هیچ چیزی ما در طبیعت نداریم که دگرگونی یه بار انجام بگیره. در طبیعت ما انقلاب نداریم. انقلاب یعنی دگرگونی، اصلا انقلاب نداریم در طبیعت. اگر انقلاب باشه در طبیعت چی میشه؟ میشه زلزله. زلزله یعنی انقلاب دیگه. یه مرتبه دگرگونی انجام میگیره. لایه‌های زمین جابجا میشه. سونامی یه مرتبه ببینی که دریا شکافته شد و موج اومدش با ارتفاع 50 متر 40 متر 30 متر. این میشه انقلابی. این میشه یه مرتبه حرکت اینجوری. باید همه چی در چه سیستم بارت تدریجی باشه، بارت آرام باشه. از این نقطه به نقطه دیگری ما به چی برسیم؟ به نقطه آرام برسیم. یعنی ما میایم نقطه تحمل که روزی 7 گرم 8 گرم تریاک میخوردیم میایم ذره ذره اینو میرسیم به چی؟ به روزی 3 دهم و بعدش قطع مواد. و تمام اینایی که اووردوز میشن و در دنیای امروز ما مرگ بسیار زیادی داریم در اثر اووردوز، همه باز نقطه تحمل در نظر نمیگیرن. اومده هروئین تزریق میکرده، 1 گرم هروئین تزریق میکرده، سالها مصرف میکرده، حالا اومده یه مرتبه هروئین چیکار کرده؟ قطع کرده. دیگه تزریق چیه؟ نمیکنه. 1 ماه گذشته، 20 روز گذشته. این 20 روزی که گذشته، 1 ماه گذشته، نقطه تحملش اومده چی؟ پایین. حالا دیگه نمیتونیم 1 گرم تزریق کنه چون بدنش نمیپذیره. چون 1 گرم الان بزنه انفاکتوس میکنه، سکته میکنه. نمیدونه که قبلا هر روز مصرف میکرده، نقطه تحملش بالا بوده، 1 گرم هروئین تزریق میکرده. الان 6 ماه هروئین تزریق نمیکنه، 3 ماه تزریق نمیکنه، 1 ماه تزریق نمیکنه. باز میخواد مصرف کنه، میره همون مصرف میکنه. و باز اووردوز میشه. چون هروئینشو کجا قطع کرده؟ روی 1 گرم قطع کرده. چرا در کنگرش هست رو اوتی اووردوز میکنن؟ که باعث مرگ بشه. حتی یه مورد من در ظرف این 26 سال یه مورد ندیدم، به من گزارش نشده که یکی در اثر استفاده از شربت تریاک اووردوز کرده باشه. چرا نکرده؟ به خاطر اینکه اومده مصرفش شده روی سی سی. وقتی مصرفش مثلا TDS یه سی سیه بخواد که خلاف بکنه میره 2 سی سی میخوره، 1 سی سی میخوره، 2 دهم سی سی میخوره. ده نمیره 5 سی سی بخوره که، یا 3 دهم سی سی در روزه میخواد خلاف کنه. 3 دهم نمیره 3 سی سی بخوره، 3 دهم 4 دهم میخوره، 5 دهم میخوره. چون دوزشو داره، اومده پایین و میدونه چه کار بکنه. به خاطر این ما اووردوز تو کنگرش نداریم اصلا دیگه. اووردوز یعنی بالای اندازه، دوز یعنی اندازه، اوور یعنی بالا، بالای اندازه، بالای اندازه. یکی از بدترین چیزایی که در جهان امروز در مراکز ترک احتیاط هست همین اووردوزه. مرگ در اثر اندازه رو نمیدونن، این نقطه تحمل نمیدونن و باعث مرگ های متعدده. شیره میخورده 5 گرم شیره میخورده، الان 6 ماه شیره نخورده، باز میخواد بخوره میره بخواد همون 5 گرم شیره رو بخوره. نمیدونه نقطه تحملش تغییر کرده. اگه میخواد بخوره باید یه عدسی بخوره، کوچولو بخوره، اینو نمیدونه، باز مرگ‌بیر میشه. باز اینم شد نقطه تحمل. نقطه تحمل در تمام شرایط ما داریم. جهانبینیمون ضعیفه، نقطه تحمل نداریم. ماشین تصادف میکنیم، میام پایین، رگا گردن میزنه بیرون و قرمز میشه، سیاه میشه، سبز میشه. خب مزجه که زدی حالا دیگه، چون تحمل نداره. یه حرف بهش میزنه، نقطه تحمل نداره. اومده سر پارکینگ ماشین دعواشون شده، زده با چاقو اون یکی رو کشته.
یعنی چه؟ نقطه تحمل نداره دیگه. میخوای ماشین پارک کنی، حقم با توه، یکی دیگه ژیژ بپیچه جلوت. خب مگر باشم میگم با نادانان سخن نگو، معذرت میخوام، میگه در نقب میرم ایجادی پارک میکنم. جاهل باشه تورسی غر میکشه دلبه مر میداره قبر فرمونو که ما حق منه، میزن تو سرش میمیره. برو حالا دادسرا و دادگاه و زندان و بازداشت این سر چیز. نقطه تحمل نداره. بعد ما نقطه تحمل اون باشه. نقطه تحمل گاهی نقطه تحمل باید فوشخورت خیلی خوب باشه. بله چشم با شما. بعضی وقت تو رانندگی میگن بیشور، مثلا احمق فلانی، از این چیزا میگن، انگار نشنیدی. میگی با خودت میگی چی؟ میگی با نادانان سخن مگو. با نادانان سخن مگو. حالا هر کجا رسیدی. یکی داره تعادل خارج شده، با همین یک کلمه خودت خلاص میگی. تو دلت هم میگی، بلندم نمیگی که به فهم بعد درگیر بشی. چه خوش میشه فوش دیگه بعدن. آره این از همین. تو با نادانان سخن مگو. رد شو برو. این نقطه تحمله. ما نقطه تحمل در تمام سطوح زندگی باید ما اینا چیا کنیم؟ فرا بگیریم. باید بگاه اوقات جا خالی بدیم. رد شیم. گیر ندیم. بخاطر نقطه تحمل نداریم. ببین با کار کردن جهانبینی، با آموزش ذره 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 میتونیم نقطه تحمل اون ببریم بالا. از روز 100 متر دویدن برسیم به 10 کیلومتر دویدن. و خیلی مطالب دیگه. این مطالبی است که راجع به نقطه تحمل هست که امیدوارم که عزیزان از این وادی استفاده کنن و در بحثاشون جلسات راجع بهش صحبت کنن. من دیگه صحبتی ندارم. از اینکه به حرفم گوش کردید از همتون ممنونم. مرسی، متشکرم. مرسی. ممنون، مرسی. جلسه رو میدم به دبیر برای اجرای قانون 11. سلام دوستان، فرهاد هستم، مسافر. حال طبق قانون 11 سبد پول به گردش در می آید. کمک داوطلبانه شما کنگره را در جهت رسیدن به اهدافش یاری می نماید. مرسی. با هر چی بشین فرق نمیکنه. همه خود شاید بگیرن. همینم که هستی مهم نیست، جون نداری مهم نیست. راهنما که هستی تو باش. بله حتما میشه. دکتر هستی مطلب نداره.
بردن پول رو؟ خورشید از عزم و ایمان تو یاد هم در راهت شد نگهبان تو. دیو بر شهر جان را ویرانه کرده بود، جان و تن در چنگ شیطان ها برده بود، در چنگ شیطان ها برده بود. نور ایمان آمد، حسن دیوان آمد، دیو بر نالان شد، اصلا گریزان شد. نور ایمان آمد، حسن دیوان آمد، دیو بر نالان شد، اصلا گریزان شد. شد غم بیداری، آن غم ویرانی، گلباران شد صحرا، کوه و دشت و دریاها. شد غم بیداری، آن غم ویرانی، گلباران شد صحرا، کوه و دشت و دریاها. شهرت گشته ویران، بیرون کن این شیطان تا انسان پرگیرد، از پستی برخیزد، بردار و روشن کن، گلباران میهن کن، گلباران میهن کن. برخیز ای انسان، شهرت گشته ویران، بیرون کن این شیطان تا انسان پرگیرد، از پستی برخیزد، بردار و روشن کن. متشکرم. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر. یک پیام میرم بدم. فرمای رهایی آبی که رهایی ما میگیریم یک قطعه عکس هم روش میخوره. اون اکثر اصلا لازم نیست مهر بزنن، نباید مهر خوب بخوره. عکسی که مال برگای آبی رهایی میاریم، عکس مسافر روشه، اون عکس نباید مهر بخوره. اصلا مهر اون به هیچ عنوان مهر چه نزنن. این یکی، حتما این رعایت بکنین. بس هم قانون 11 در بعضی جاها من گزارش در بعضی جاها همینطور تو جلسه یا نیم ساعت ادامه داره، یه رو ادامه داره، یا زود مثلا این کار انجام میدن، جمع میکنن. همه جا بنویسن که قبل از جلسه میتونن برن، همه جا دستگاه پوز هست، قبل از جلسه برن پوز بکشن اونجا، قبضشو بگیرن، قبضشو بزنن تو سبد که میچرخه. این کار کنین که به اصطلاح هم قانون 11 پای نیاد، هم وقت جلسه زیاد گرفته چه نشه. اینو با تمام ایجنت‌ها آموزش بدن، تدابیری به انجام بدن، چه ایجنت‌های خانم چه ایجنت‌های آقا، تدابیری انجام بدن که هم کاری نکنن که ما درآمدمون بیاد پایین و هم کاری کنن که جلسات با هم چه نخوره. خب میریم چند تا راهایی بدیم، چند تا بریم صحبت کنن چند نفری. این که مال آقایون معمولا اول خانم هاست، از ترس اون. خب خانم لیلا، شعبه دنای شهرضا اصفهان، لژیون یکم جونز. صندلی بذاریم. بفرمایید. با اجازت. سلام دوستان، لیلا هستم، یک همسفر. سلام همسفر. خیلی خداوند بزرگ رو شاکرم
امروز توفیق پیدا کردم در جمع شما عزیزان در حضور آقای مهندس باشم. به واسطه گرفتن شال پهلوانی همسفر عزیزمون از شعبه دنا امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خیلی این جایگاه رو بهشون تبریک میگم. امیدوارم که بتونن قدر این جایگاه رو بدونن و پهلوان وارانه در کنگره حرکت کنن و این روز رو برای همه همسفرها و مسافرایی که واقعا عاشقانه در حال خدمت هستن آرزو میکنم. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس که ما هرچی حس ناب هست رو در کنار شما تجربه کردیم. هر روز تشنه تر میشیم و هیچ وقت به اون سیرایی نمیرسیم. احساس میکنم امروز که در کنار دوست عزیزمون بودیم احساس کردم چقدر تشنه این جایگاه ها هستیم، چقدر دلمون میخواد که ما هم از این نوشیدنی شیرین بنوشیم. انشالله که روزی هممون بشه که بی ربط هم با دستور جلسه امروز نیست. انسان برای کسب جایگاه ها، برای کسب ویژگی هایی که در جهان خلقت هست باید بتونه ذره ذره به اون آگاهی و بیداری برسه و این آگاهی و بیداری فقط با آموزش هست. آموزشی که خالص باشه، از جنس عشق باشه، از حلقوم حق بیرون بیاد و خدا رو شکر که ما زیر سایه استاد بزرگمون در حال این آموزش هستیم، در حال بیداری هستیم. خیلی برام جالب بود دیروز که CD دعانویس رو می نوشتم. آقای مهندس گفتن که خیلی هامون می بینیم ولی نمی بینیم، خیلی هامون می شنویم ولی نمی شنویم، داریم لحظات رو می بینیم ولی درک عمیقی ازشون نداریم. ما به گلریزان نزدیک هستیم و چقدر وادی دستور جلسه گذشته با دستور جلسه امروز و دستور جلسه هفته آینده با هم در هم ادغام شده. هفته گذشته DST بود، ذره ذره من باید ظرفیتم رو ببرم بالا، آگاهیم بره بالا تا بتونم اون تغییرات و ویژگی ها رو کسب کنم، چون انسان ویژگی ها رو درون خودش کسب میکنه. اکتسابی، انتصابی نیست. این نیست که من یک روزه بتونم یک جایگاه رو کسب کنم. همون ظرفیتی که امروز ازش نام میبریم، آقای مهندس امروز خیلی قشنگ توضیح دادن که ذره ذره بتونی به اون جایگاه ها برسی، باید بتونی آموزش ببینی، باید رشد کنی، باید به اندازه اون خدمتی که بهت دادن بتونی تلاش کنی، سعی کنی که تو اون جایگاه حفظ کنی جایگاه رو برای خودت. به دست آوردن یک طرفه اما حفظ اون جایگاه از همه مهمتره. و هفته آینده انشالله که بتونیم یک سالی که در کنگره حضور داشتیم، آموزش دیدیم، بتونیم اون رو به نقطه عمل، سخنی که اول وادی خوندن آقای مهندس، از سخن به عمل حرکت کنیم. این که ما فقط بشنویم، آموزش ها رو بگیریم، فقط در مرحله کسب اطلاعاتیم. این که به نقطه عمل برسیم رو انشالله هفته آینده باید بذرهای نیکومون رو بکاریم تا قوت کافی باشه و زیر سایبان‌های اون قوت ما بتونیم انشالله پرورش پیدا کنیم و به تکامل برسیم. خیلی ممنونم از وقت مشارکت. میریم نیشابور، شعبه عطار، لژیون 12 عباس. اعلام سفر کنیم. بله. سلام دوستان، عباس هستم، یک مسافر. تقریبا بیش از 10 سال با مصرف انواع آنتیکس، آخرین آنتیکس مصرفی شیره خوراکی، 11 ماه دارم سفر میکنم. به روش DST، داروی درمان شربت اوتی، به راهنمایی خوبم حسین آقای زمردیان، ورزش، فوتسال، رهاییم 3 ساعت. در ابتدا از جناب مهندس تشکر میکنم. خیلی خوشحالم امروز، حس حالم خیلی بالاست، استرس هم دارم، نمیتونم صحبت کنم. خیلی خوشحالم. از جناب مهندس تشکر میکنم، از راهنمای عزیزم حسین آقای زمردیان که واقعا مثل یک برادر کنارم بود، خیلی زحمت کشید برام. از همه تمام خدمتگزاران کنگره 60 خوشحالم. و احمد آقای عزیز تبریک میگم از شعبه خود ما که امروز نشان پهلوانی را گرفتن.
ممنون از اینکه سکوت کرد و به سخنانم گوش کرد. متشکرم، مرسی. میریم میگم میریم تهران، اینم تهران هستیم. خب میریم تهران. نمایندگی اور لژیون نهم مهسا. بفرما. سلام دوستان، مهسا هستم، یک همسفر. آقای مهندس، من بدون هیچ مشارکت آماده نکردم، اومدم، خیلی یهویی شد، دلی بود، واقعا خواستم تشکر کنم چون پدر و مادرم رو واقعا احیا کردین، به زندگی دوباره برگردوندین و اینکه خیلی دوستتون دارم چون که خیلی واسم جالبه، انگار که تو زندگی ما جاری هستید. من هر چالش و مشکلی که دارم میبینم که یا سیدی هفتتون راجع به اون چالشه یا تو یکی از سیدی ها رندوم راجع به اون صحبت میکنید. خیلی ممنونم، متشکرم، به حرفم گوش دادید. الوند لژیون 11 محمد. الوند کجاست؟ کدوم شهره؟ بفرما. سلام دوستان، محمدم، یک مسافر. آقا خیلی خوشحالم که وقت مشارکت به من رسیده. همه میگن اینجا استرس داره، آقا استرس نداره، یه خورده نفس بالا نمیاد فقط. فکر کنم اسمش همونه. در مورد دستور جلسه هر سری نه، محمدم، یک مسافر، با تخریب تریاک وارد کنگره شدم. 10 ماه و 5 روز سفر کردم با راهنمای خوبم آقا رضا سبزعلی زاده. لژیون یکم الوند، روش DST، داروی درمان اوتی. در ضمن سفر سیگار کردم با راهنمای عزیزم آقا عطا. 4 سال و 6 ماه که از بند نیکوتین و مواد آزاد رها هستم. آقا موقعی که پیمان بسته بودم خیلی با خودم کلنجار میرفتم که من دیگه از فردا قرار دروغ نگم، دیگه از فردا قرار کمکاری نکنم. دیگه وقتی یه کار اشتباهی انجام میدادم خیلی عذاب وجدان میگرفتم، ولی نم توی یکی از صحبت‌های شما شنیدم گفته اگه پیمان بستی از 10 تا دروغ دیگه دونش هم کم شده باشه یعنی تو مسیر مثبت داری حرکت میکنی و این یک دلخوشی واسه من شد و تصمیم گرفتم حرکت کنم تا ذره ذره همین نقطه تحملی که دستور جلسمون هستش تا اون ذره ذره بتونم به اون پیمانی که در روز الست بستیم دوباره به اون نزدیک بشم. این در این مورد. یکی هم که هر بار اومدم اینجا یک جرقه‌ای به من خورده. حالا سری قبل اومدیم 3-4 هفته پیش رهایی داشتیم، اومدیم دبیر سوم شما شدیم. بچه‌ها میگن شما مرد علل بدلی. من همیشه تو انتخابات مرزبانی نفر 6م میشدم، اینجا هم دوباره واسه دبیری سوم شدم. بعد خیلی جالب بود واسه من. اومدیم سری قبل اومدیم دستور جلسه ازدواج بود، یعنی 8-9 ماه پیش بودی که بچه‌ها دوستامون اومد اینجا نشست گفتش که من میخوام ازدواج کنم ولی برنامه 5 ساله دارم. منم دقیقاً با هم توی مسیری بودیم، ولی اومدی گفتی آقا تو حرکت کن، برنامه 5 ساله من نیست 5 سال دیگه زنده باشی یا نه. اون بنده خدا نرفت بگیره، من رفتم گرفتم. آقا الان با پدر خانومم توی جلسه هستیم و اونم انشالله که لژیونشو به زودی تأسیس میکنه و خیلی حالم خوبه. هر وقت با حرف شما بزرگترا پیش نسبتا گوش کردم ضرر نکردم و اینو میدونم که در رکود هیچ ضایعی صورت نخواهد گرفت. خیلی ممنون که به صحبتام گوش کردید. آره، وادی هشتم شما میگه ما سعی خواهیم کرد. در وادی هشتم شما میری اونجا یه بررسی خودتون میکنین چه نقاط ضعفتون کجا بوده،
نقاط قوت کجا هست و چی میخواین چیکار میخواین بکنین. این هست که اونم باز هم مثل همون نقطه تحمله. انتظار ما نداریم که شما یه روز بریم اونجا از همون روز بعد عابد بشین و عارف بشین و چه نه. سعیتون باید بکنید تا ذره ذره به این نقاط برسین و برنامه زندگیتون بدونین. خب میریم گیلان، لژیون 11 پریوش. سلام دوستان، پریوش هستم، یک همسفر. سلام همسفر. وادی نهم درباره نقطه تحمله. من میخواستم یکی از تجربه های خودم رو بگم که دیشب برام اتفاق افتاد. من نقطه تحملم در برابر دخترم خیلی کم بود. میخواستم ساعت 11 میخواستیم حرکت کنیم که دیگه بیان سمت اینجا و میخواستم بخوابونمش و دیگه 10 بود که باباش ساعت 9:30 اومده بود خونه. بچه خب پدرش رو دیده بود بپر کرد و اصلا خوابش نمی اومد و من باید تو نیم ساعت میخوابونم، نیم ساعت بعدم آماده میشدم بیارمش خودم، یعنی بیام. بعد که میخواستم دخترم بخوابونم همیشه مثلا وسط خواب میگفت مامان بذار برم آب بخورم، یا مثلا میگفت مامان بذار برم پرنده‌مو نگاه کنم یا برم سرویس و اینا. میگفتم بچه رو میگفتم دخترم فردا میخوایم بریم پارکا، اگه مثلا نخوابی نمیتونم ببرم. هی به بچه استرس میدادم. میدونستم این اشتباهه ولی تحمل این نداشتم که جلوی خودم بگم این استرس رو به بچه ندم. و دیشب من جلوی این حرفام وایسادم و این حرفا رو نزدم، فقط سکوت کردم، به همون گفتم باشه برو نگاه کن. فقط 1 دقیقه بچه نگاه میکرد میومد، 30 ثانیه آبشو میخورد میومد. من توی 20 دقیقه بچه رو خوابوندم، بچه‌ای که اصلا خوابش نمیومد. با مسلط شدن رو نقطه تحملم رو بردم بالا. خدا رو شکر میکنم که اینجا وایسادم. من هیچ وقت باورم نمیشد اول وارد شده باشم اینقدر بتونم به آقای مهندس نزدیک بشم و امروز شجاعت اینو پیدا کردم که اینجا مشارکت انجام بدم. بعد خیلی خوشحالم. دختر من 4 سالشه ولی سیدیا رو واقعا گوش میکنه. من چند روز پیش نوشابه خوردم، سریع رفت واسه من آب آورد، گفت مامان آقای مهندس گفته نوشابه توش سمه، اگه تو باید آب بخوری، باید چند لیوان آب بخوری این سم از بدنت بره بیرون. بعد همیشه به دوستاشم میگه مامان بچه‌ها حرف منو باور نمیکنن، سم خوردم. من بهشون گفتم آب بخورن، آب نخوردن. دیشب سالدولوی وقتی خوردیم گفت خودش نخور، خودش تخم مرغ و پنیر خورد. گفت مامان عذرخواهی میکنم این کلمه رو به کار میبرم، مامان اون آشغاله، اونو نخور. واقعا نه چابلوسیه. واقعا خیلی ازتون ممنونم که این بستر رو برای ما فراهم کردین، هم خودمون آموزش بگیم هم مسافر من رهایی پیدا کرد. خب این یک دنیا ارزشمنده. بعد دختر من از الان داره این آموزش‌ها رو میگیره، قطعا یک آدم مثبت موفق توی زندگیش خواهد بود و از خداوندم خیلی شاکرم که این نگاه ویژه رو به ما کرد و ما تونستیم اینجا قرار بگیریم. خیلی ممنونم که به من وقت مشارکت دادید. متشکرم. البته ناگفته نمانه، خودم گاهی خودی ثمر میخورم پیتزایی باشه کالوسی باشه. خب میریم رودهن، لژیون 16 مسعود. سلام دوستان، مسعود هستم، یک مسافر. منم با تقریبا بیش از 10 سال وارد کنگره شدم. آخرین آنتیکس مصرفی تریاک و شیره. مدت 10 ماه و 1 روز سفر کردم به راهنمایی استاد عزیز و گرانقدرم آقا رحیم. الانم مدت 24 ماه با دستان پرمهر آقای مهندس آزاد رها هستم. واقعا با جبش سنگینه. خب خدا رو شاکرم که در این جایگاه قرار گرفتم و یکی از این صندلی‌های کنگره هم سهم من شده.
من متولد اردیبهشت هستم و خانمم متولد آبانه. من دقیقاً 8 آبان 2 سال پیش بود که رها شدم و الانم که 7 آبان 402 که خدا رو شکر آقای مهندس اجازه پهلوانی رو بهم دادن. فکر کنم گره زندگی من کلا تو آبان هستش و امتیازایی که خدا بهم میده. در مورد دستور جلسه به نظر من تنها چیزی که روش DSC نمیخواد لژیون سرداره. یعنی شما سیگار، مواد، اینا خب چیزی که آقای مهندس گفتن و درسته، همه داریم به درمان میرسیم، ولی لژیون سردار دوستان به نظر من DSC نمیخواد، بخشش DSC نمیخواد. رهایی از دایره لژیون سردار یعنی رسیدن به بهترین صفت خدا، یعنی بخشیدن. بهترین صفت خدا و اولیش به نظر من بخشیدنه، بخششه. چی بهتر از اینه؟ من توصیه‌ام به دوستان این هستش که انشالله لژیون سردار رو تجربه کنن، یه قدم بردارن، هنون سرداری یا دنوری توی شعبه کاری میخواد انجام بشه، هزینه داره، یه قدمی بردارن، حالشون اون لحظه تجربه کنن. و بیشتر از همه اینه که من میگم انشالله اون روزی که برای پهلوانی بیایید پیش آقای مهندس اون حس رو تجربه کنید. ممنونم که به صحبتان گوش دادید. متشکرم. آخرین مشارکت خانم ها، میریم کاشمر، لژیون دوم آمنه. سلام دوستان، آمنه هستم، سفر مهدی. خداوند رو شاکرم که مجدد قسمتم کرد در این جایگاه قرار بگیرم و در کنار آقای مهندس باشم و مشارکت داشته باشم. حالا یک زمانی بود ما اولا خیلی تحویل میگرفتیم آقا مهندس، یک فرشی قرمزی پهن میکردم میومده این بالا، همه رو جمع که آبگوشتی میخوردیم، نمیدونم آقا مهندس بهانه کرونا همه رو جمع کرد رفت. این نقطه تحمل ما رو برد بالا دیگه، انشالله نقطه تحمل خودشون یکم بالاتر تحویل بگیرن این شهرستانی‌ها رو. امروز خیلی خوشحالم. بابا آقا مهندس یه چیز دیگه بود، میدونین چی بود خودتون. امروز واقعا تجربه خیلی خوبی در مدت 10 سال خدمتم داشتم. امروز لهجه من پهلوانی خودش رو و اشالش رو گرفت. تجربه خیلی حس قشنگی بود، اینکه انسان میبینه الگوهای بی‌نقصی رو که شاید از نظر درجه جایگاهی من راهنما باشم، ولی رهجوی من وقتی میاد در جایگاه بخشندگی قرار میگیره و پهلوان میشه، یه الگوی خیلی قشنگ واسه یه راهنماست و اینو به من آموزش داد. آمنه تو هم میتونی، کافیه که درخواست تو به کائنات بفرستی و مطمئن باش کمکت میکنه. من خودم زمانی که سفرم رو شروع کردم، این نقطه تحمل دستور جلسه است، از کاشمر میرفتم واسه رهایی به مشهد. منی که شاید وقتی شروع کردم مسافرم مصرف کننده شیشه بود و حتی تا در خونم میخواستم برم حق تنهایی رفتن نداشتم. میخواستم تلفن میزنم، میخواستم خونه مامانم برم، هر کار حتی شخصی هم میخواستم انجام بدم اجازه نداشتم. اجازه آب خوردن نداشتم، اجازه نفس کشیدن، اجازه خوابیدن، اجازه بیدار شدن، اجازه هیچ چیزی رو نداشتم. ولی تو مسیر کنگره قرار گرفتم، باید از مشهد میرفتم کاشمر که اصلا واقعا تنهایی نرفته بودم، اما یه خیلی سختم بود، تازه اونم تو اتوبوس بشینم برم. واقعا خیلی توی مسیر قرار گرفتم و نقطه تأملم خیلی رفت بالا توی این مسیری که واقعا اگه انسان بخواد و تلاش کنه میتونه خود واقعیشو پیدا بکنه. من آمنه‌ای بودم که وقتی میخواستم حرف بزنم شاید یک کلمه، اونم با پت پت و من و انقدر فقط به قول آقای مهندس بعضی وقتا میگه گریه امان نمیداد، ولی حرفم آخر نمیگفتم
ولی الان یاد گرفتم خودت باش و حرف تو بزن. اینا همه یه دفعه‌ای نشده، همین دستور جلسه امروز، همین نقطه تأمل است. ما میرفتیم نیشابور واسه خدمت کردن، اینقدر من رو قوی کرد که حتی نیشابور هم رفتم، اون جاده پر پیچ و خمی که فکر میکنم ما پیچاش شمردیم 256 تا پیچ داره و واقعا اوایل میرفتم واقعا حالت هوا امان نمیداد، ولی به مرور زمان شاید نزدیک 6 ماه شد من نقطه تأملم رفت بالا و دیگه حالم بد نبود و پر انرژی تر از همیشه و مشتاقانه میرفتم. و اینکه جشن گلریزانه، خیلی خوشحالم که امروز توی این مکان قرار گرفتم و بگم بچه‌ها جشن گلریزان یعنی قدردانی کردن، یعنی اینکه چی الان گیرد اومده. اون چیزی که گیرد اومده اینه هر کسی بیاد یک پالایش رو خودش داشته باشه، یه نظر به خودش بندازه، میفهمه چی گیرش اومده، تو دو تا 4 تای خودش میفهمه چقدر باید شرکت کنه و وقتی هم که جشن گلریزان رو میره بیرون حالش خوبه، چون میدونه اون چیزی که واقعی بوده رو داده. نیاز نیست ما به کسی نگاه کنیم یا بگیم فلانی اینقدر داده، یا بعضی وقتا به قول مهندس میگه میام مثلا یک جشن تولد همه با هم هماهنگ میکنن مثلا 100 بدین 200 بدین، شاید یکی واقعا همون 100 هم نداشته باشه، همون 2 تومنه رو که بذاره عشق واقعیش همون 2 تومنه. پس ما یاد بگیریم توی گلریزان صد خودمون باشیم. این مسیری که زندگی منو تغییر داده، مسافر منو تغییر داده، اون لبخند روی لب بچه من کنارم قرار میگرفت نقاشی برام می آورد، پسرم امیرعلی، یادم اصلا نگاش نمیکردم، پرتش میکردم اون بر. من پسرم اون موقعی که تنبیه میکردم تو کمد میکردیم در میبستیم. شما خودتون 1 ثانیه میتونید تو کمد باشی؟ این حال خوش امروز من همین گلریزانه اینو برا من این مکانو گذاشت که من بیام با آرامش برسم. زمان بود که پسر منو بخشید، زمان بود که منو در آغوشش گرفت. شاید بعد 12 سال منو در آغوش گرفت، بعد از 12 سال منو بوسید، ولی بازم اون تخریب شخصیت هنوز هست، احساسش میکنم، دارم میبینمش. ولی این نقطه تحمله خیلی به من آموزش داد. آمنه فرصت هست، جبران کن، نترس، برو جلو. این مسیر تو هر حال خوبی رو که به بقیه هدیه کنی مطمئن باش برمیگرده به زندگی. من شاید زمانی که میرفتم کاشمر زندگیم وضع مالیم 0 بود. یه هفته تمام این نوار پرده های ریشه‌ای 5 سانتی بود و 1 هفته تمام میبافتم 35 تومن میشد. میدادم به راننده ماشین منو برد برای خدمت نیشابور. یعنی هرچی که 1 هفته تمام کار میکردم با عشق میدادن که من برم سر خدمتم کاشمر، چون این چیز تو زندگیم جاری شده برای همه باشه، این آبه تو زندگی همه باشه و همه ازش بچشن. پس انشاءالله تو اون جلسه گلریزان این نقطه تأمل ما رو آماده میکنه برای گلریزان. تو گلریزان شما اون چیزی که تو دلت اعلام کن، مطمئن با تا گلریزان بعدی که میخواد استارت بخوره شما از اون چیزی که حتی فکر میکردی بیشتر تو قلک وجودی داری و خیلی قشنگ میتونی اون تعهد رو به گلریزان پرداخت کنی. و یه تجربه هم از این نقطه جهانبینی در ورزش بدم. ما اومده بودیم تو مسابقات، آقای مهندس یک چیزی بگم بخندی، ما لهجه داریم دیگه. بعد بسکتبال بازی میکردم بچه‌ها، تفلک توی زمین بازی یکی از همسفرها خورده بود زمین، بعد بغل دستیش میگفت وخه. بعد داور تفلک اون کنار فکر میکرد داره بهش فوش میده. بعد گفتم ببخشید وخه فوش نیست، یعنی میگه پاشو از جا. من تو جهانبینی ورزش 0 بودم، حتی در خودم حتی توان یک ذره ورزش رو نمیدیدم، ولی الان شدم کسی که پای ثابت تیم والیبال، پای ثابت تمام ورزش هاست و با عشق دارم ورزش میکنم، چون خودم و زندگیم احیا شده، جسممو دارم احیا میکنم و این نقطه تأمل تو ورزش هم خیلی تاثیرگذاره. ممنون که وقت مشارکت دادید. متشکرم، مرسی. آخرین مشارکت هم از آقایون. میریم غزالی مشهد، لژیون 4 رامین. سلام دوستان، رامینم مسافر. با بیش از 6 سال تحقیق وارد کنگره شدم. آخرین آنتیکس، محرک، الکل، روش DST، دارو اوتی. راهنما آقای داریوش، لژیون 4.
4 غزالی، رهایی هم 2 سال و نیم، رهایی از سیگارم به کمک آقای هادی لژیون 5 بنیان 2 سال و نیم. در حال حاضرم در حال سفر جونز هستم. ورودم با 103 کیلو بود، الان تقریبا 11 کیلو کم کردم و در حال سفر هستم. جناب مهندس ممنون بابت وقت مشارکت. قسمت شدش من هفته پیشم بودم، حالا این هفته هم قسمت ما شد که بتونیم تو این جایگاه در خدمت شما باشیم. نقطه تحمل میشه شروع مصرف کردن من. همه رو نگاه میکنید دقیقاً نقطه به نقطه اضافه شد. روز اولی که من رفتم مصرف کردم نشدش که اونجور مصرفم خیلی زیاد باشه. روز اول رفتم یه دونه کوچولو شروع کردم، خیلی کیف دادش، خیلی حال دادش. گذشت یک هفته بعدش باز شد همینجور به اینقدر شد که دارم میگم دیگه هر روز شده بود کار. دیگه داستان رهایی من به همین صورت بودش. دقیقاً مسیری که برگشتیم دقیقاً همین جوری بودش که من نقطه به نقطه برگشتم. اون کوچولوها کنار هم دیگه قرار گرفتش. من زندگیم زمان مصرفم به قدری آقای مهندس نابود شده بودش، به هم ریخته شده بودش. من در حال جدایی بودم از همسفرم. همه جا رفتیم، مشاوره، نمیدونم کمک پدر مادر، دوستان، همه، ولی هیچ موقع حل نشدش. آموزشایی که کوچولو گرفتم، تغییرایی که کوچولو شدش باعث شد که من چند روز پیش خدمت شما رسیدم و از اون توی گوش فرزند دومم شما خوندین. کسی که داشت کلا زندگیش میپاشیدش الان فرزند دومش هستش. اینو کوچولو اون نقطه تحمل تغییر کردش. آموزشای کنار شما گرفتیم و از آموزش ما استفاده کردیم. خدا رو شاکرم، خدا رو 1000 مرتبه شکر میکنم که صندلی تو کنگره نصیب منم شدش. یعنی واقعا دارم میگم این جایگاه یک جایگاه خیلی بزرگیه. در کل جناب مهندس ممنون بابت همین زحماتتون. ممنون وقت مشارکت. متشکرم، مرسی. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر. از مشارکت های همه شما خیلی ممنون. اونا که حالا قسمت شد بعضیم که خب فرصت نبود که اونا مشارکت کنن، انشاءالله در جلسات بعدی مشارکت کنن. خانم های ایجنت و آقای ایجنت صحبتی ندارن. مرزبانای کشیک همین کار تمام شد. صوتی جلسه رو میدم به دبیر، گزارششو بده. سلام دوستان، فراد هستم، مسافر. با تشکر از حضور کلیه دوستان، قانون 311 99,760,500 تومان. خدمتگزاران امروز ایجنت مسافران آقای علی، ایجنت همسفران گلنار، مرزبان کشیک همسفران نداشتیم، مرزبان کشیک مسافران محمد حسین، مسئول صوتی محمد علی، مهمانداران امیر علی، محسن و نگهبان نظم فرزاد مهدی هادی، فیلم بردار وحید، مانیتور و تابلوی روان ارشیا، اینستاگرام مطهره، مسئول پذیرایی مهدی و کلیه دوستانی که در این جلسه خدمت نمودن تشکر میکنیم. متشکرم. همتون به خداوند میسپاریم. جلسه رو با دعای کنگره هست به پایان میبریم. سکوت میکنیم. در این سکوت از خداوند میخواییم ما رو از قهر به طرف مهر هدایت بکنه. آمین. در این سکوت هر کس هر خواسته یا دعایی در پیشگاه خداوند داره در ذهن خودش مصور کنه. فقط یک خواسته و یا فقط یک دعا. خداوندا
متشکرم. عزیزان توجه کنم، من مشاوره ندارم. الان میرم بالا نیان بگن مشاوره پزشکی مریضی چه 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 چه